الولا و البرا یعنی دوستداری و بیزاری این نشان دهنده صمیمیت حرکت‌های اسلامی است. ما معنى ولا یعنی دوستی نسبت به مسلمانان چی معنا دارد؟ ولا بر الله و رسولش صلی الله علیه و سلم و مؤمنان چیست؟ معنای ولا دوستداری به معنای دوستداری کامل، دوستداری بی کمبودی، دوستداری به خاطر الله، به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر دین الله. این معنای آن را دارد که تو آماده به آنهایی که دوست می‌داری، به کسانی که مثل تو الله را دوست می‌دارند، کسی که مثل تو به الله ایمان دارد، کسی که مثل تو دین الله را دوست می‌دارد، کسی که مثل تو راه اسلام را پیش گرفته است کمک کنی. با آن تو در همه کارهای او از خرد تا بزرگ دستگیری و یاری می‌دهی. تو جان او را مثل جان خود، ناموس او را مثل ناموس خود، مال او را مثل مال خود قدر می‌کنی. انا این است معنای ولا. والبراء من الكفار من الزنادقه من الطواغيت ممن يحكمون بغير شرع. در برابر این نسبت کافران، بدعتکاران، طاغوت‌ها، کسانی که با شریعت الله سبحانه و تعالی حکم نمی‌کنند و با کسانی که می‌خواهند شریعت الله را برپا نمایند جنگ می‌کنند، برا یعنی دشمنی ظاهر کردن لازم است. با آنها ظاهر کردن برا، دشمنی کردن فرض است که با دین اسلام، با ایمان به الله سخت علاقمند است و اگر خواهی بدانی که ایمان کدام یک جنبش اسلامی چگونه است، پس بر ریش پیشوایان آن نگاه نکن، به شعار و معوذه‌های آنها نگاه نکن. به ولا یعنی دوستداری نسبت مسلمانان، به ولا نسبت معماهای امت، به خون آنها که در همه جای جاری است، به کمک نسبت ضعیفان، با آنکه آیا آنها در طرف مظلومانند، آیا آنها جان، شأن و شرف و فرزندان کشته شده را نجات می‌دهند نظر کن. وانظر الى تبرؤهم المعلن. بینگر که چگونه از کفر و کافران دوری می جویند. آن وقت تو می فهمی که این حرکت های اسلامی تا چی اندازه حقیقی است یا تنها خود را وانمود می کنند. سوگند به الله این شوخی نیست. با الولا و البرا شوخی کردن ممکن نیست. به کافران، به روسیه، به امریکا، به طاغوت های تهران، به طاغوت های ترکیه، به طاغوت های خلیج فارس ولا کردن جایز نیست. در این کار انتخاب نیست. تو نمی توانی نشسته فکر کنی که آیا تو باید از آنها برای منفعت های سیاسی، منفعت های تکتیکی و غیره دوری جویی یا نه. ولاؤك للمسلمین فی بلاد الشام و فی العراق. ولای تو به مسلمانان شام و عراق که در آنجا از جانب آنهایی که تو دوست میپنداری کشته میشوند، در بیرما، در چچنستان، در همه مملکت های مسلمانان. این ولا نه فقط ارجگذاری به عرف عادت است. این نافله نیست. این مسئله نیست که در آن تو اختیار داشته باشی. نه، این فرض است. با عقیده، با ایمان تو، با اسلام تو علاقمند است. تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. و به ستمکاران میل مکنید که عذاب آتش شما را برسد. شما را جز الله هیچ دوستی نیست و کسی یاریتان نکند. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند، پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما ابونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات می‌گردد.